خب ساحل مجسمه ها یا صخره مجسمه ها. تنگه جالب از مجسمه های فرضی. برای آدمای راضی. خب دوستان، ساحل دره مجسمه ها نگاه کنید. اونجا هر کی بره جزی از بهشته. همون جایی که داره موجهای سفید به ساحل می نشینه خیلی خیلی به دل میشینه. دره مجسمه ها واقعا جزیره قشنگی. یعنی حتی بپریم تو آب به نظر من قشنگ. علی کار ما نمیکنه چون چتر نداره. نه خدا، یه قایق دیده می شود. خب دوستان، پس از یک صخره نوردی طولانی میرسیم به بازگشت از مسیر صعب العبور. سنگی هم هست اینجا، چون سنگیه نمیشه زیاد با چیز عبور کرد. باید اینم دوستمون که اینجا اومده در دل طبیعت رو به دریا برای ما می نوازد. میریم الان بچه. هنگ درام برای جزیره آرام. خب بچه آمدیم دره رنگین کمان. شما الان این صخره رو نگاه کنین چقدر جالب. خدا وکیلی کل جزیره رنگین کمان مریخ. ما الان در مریخ قدم گذاشتیم. یعنی حس و حال مریخ رو میده. شما در مریخ داری قدم میذاری، حس مریخ رو بهت میده. کسایی که رفتن مریخ میدونن. من آخرین سفرم که از مریخ برگشتم دقیقا همین حس رو داشتم. ببینید مخصوصا جاهایی که سرخه، جاهایی که سرخه حس مریخیش بیشتره. به نظر من میشه گفت یک جورایی مریخ هم بهش، مریخ خلیج فارس هم میشه گفت بهش نسبت داد.
مریخ خلیج فارس. دره رنگین کمان، دره‌ای از رنگ‌های رنگین کمان آسمان، آبی، زرد، سبز، قرمز، بنفش. این دره مواقعی که بارون میاد و اون حالت شرجی بودن هوا و اون حالت به اصطلاح یک جوی که توی محیط جزیره هست میشینه، ذرات آب، قطرات آب میشینه و دید بهتری نسبت به جزیره پیدا میکنید. ولی الان هم خوبه. دره‌های زیبا با رنگ‌های مجزا. سلام علیکم. آمدیم جای جزیره هرمز. یکی از نوشیدنی‌های جذاب زیتون. فکر میکنم اصارش یکم مثلا حالا توضیحات چه بریم از کارشناس مربوطه بگیره بهتامون. این نانم اسمش چیه؟ نان تموشی یا تموشی. و این خانم چیه اسمش؟ این گوآوا میوه استوایی، طعمش بین آناناس و انبس، خالصانه پس. طعمش بین آناناس و انبس. اینم نگاه کنید طریقه پختشه، ببینید به این صورت. خیلی جالب. غذاییه که البته من با طعم دریاییش یا ماهیشو سفارش دادم که خیلی یعنی دیگه اصل چیز درست کنیم ما ببینیم. اصل اون طعم بندری و اون محیط بومی توی این غذا نهفته. خانم یه دونه دیگه سنت شو بریم. این مدل مهیار خصوص اینم آقا شما اسمت چیه؟ آقا حسین. دمت گرم. این بازاریه که دم غار به اصطلاح نمک وجود داره که مردمان جزیره اینجا شروع به فروش محصولاتشون میکنن که شما میتونید از این استفاده کنید. چیه بابا؟ چی داری میگی؟ نکن چشم خوب کردی بابا. چیه بابا؟ ببینید قاره نمک و اینم غذامون که در حال آماده شدن. کاملا طبیعی با دستایی هنرمند. این ماهیه، ماهی با طعم ماهی. اینا مثلا از این جواهرات شما میتونید بدلیجات استفاده کنید. ماسه های رنگی، گردنبندها، این نقاب ها و این زیبایی های این جزیره است که اینجا میتونید به عنوان یادگاری از این جزیره خریداری کنید. یاد آن سفر خوش که باشد آن را همیشه و همیشه در ذهنمان خوش. خب خانم ممنون، متشکرم. اینو بگی خوش باشه. یک دونه از اینا، یک دونه اینا، 2 تاست. خب بچه‌ها بریم ببینیم چی به ما داد. این الان بعد بپیچیش. خودم بپیچم. ساندویچی ها محل ما. خب
اینا ببین زیتون این زیتون ما شبیه به و گلابی شما می‌فرمایید. خوبا سرخه اینا این شد 50 تومن، اینم شد 50 تومن. این میوه استواییه گوابا، طعمش بین آناناس و کوچیک بخورم. شما املت ماهی خوردی؟ طعم معموله بده. املت ماهی ایم خوردم، طعم آناناس مداد با لیمو با هلو و بهو. اقامتگاه هرمز، اقامتگاه رنگی هرمز. شما میتونید توی یک ساحلی که بالای جزیره تقریبا مشرف به دریا میتونید نگاه کنید و اینجا سکنا برگزینید، یعنی اقامت کنید که شبی خوبی داشت تجربه میشه. اقامتگاه رنگی، اقامتگاهی جالب در جزیره هرمز. فکر میکنم اجاره هاش خورده از لحاظ هزینه کسایی که میخوان اینجا بمونن بالا باشه بازم، ولی از 1,500 من شنیدم تا 3 تومن 3.5 شبیه شنیدم. بایز به جا قایق میخوام بندازم تو آب. خیلی جالب، نگاه کنین قایق اینجا میخوام بره وارد دریا شه موقع غروب آفتاب جزیره هرمز. ای والله ای والله ای والله به چای گروه دمت گرم. موقع غروب آفتاب بود، قایق نشست به دریا برای سفری کوتاه. نگاه کنید این کل گروهشان آمده بودن اینجا کمپ کرده بودن. موقع غروب آفتاب سفرشون تموم میشه و رو به منزلگاه که همان مقصدگاه بشه حرکت.